سرخط خبرها. سیلاب مرگبار در نورستان، مسئولان از جان باختن و ناپدید شدن ده‌ها تن خبر می‌دهند. زما په ټولو مشرانو باندې غږ ده چې نورستان ولایت ته توجه وکړي او همداشان مؤسساتو باندې مې غږ ده، خیریه بنسټونو باندې مې غږ ده. شکایت برخی باشندگان مزار شریف از دود کارخانه ها. مسئولان میگویند تمامی کارخانه ها مکلف به نصب دستگاه های تصفیه دود می شوند. این فابریکات چون مواد سوختشان مواد زغال سنگ است، از این در واقعیت که مثال دود تصاعد میکند در ساحه پخش میشه. و تشدید درگیری ها میان ایران و امریکا. بیش از 100 نظامی امریکایی در حملات ایران کشته و زخمی شدند. سلام، به میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 30 سرطان 1405 هجری خورشیدی است که برابر می شود به 21 جولای 2026 میلادی. من عایشه شریفی هستم. مشروع خبرها. بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب در شهر پارون مرکز ولایت نورستان ده‌ها کشته و ناپدید بر جا گذاشت. مسئولان محلی میگویند برآوردهای اولیه نشان میدهد که ده‌ها میلیون دلار خسارت به این منطقه وارد شده، در حالی که تیم‌های امداد و نجات در تلاش برای بیرون کشیدن اجساد و یافتن ناپدید شدگان هستند. باشندگان و مقام‌های محلی خواستار کمک‌های فوری و همه‌جانبه نهادهای ملی و بین المللی به آسیب دیدگان این رویداد شده اند. سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌های شدید در شهر پارون مرکز ولایت نورستان خسارات گسترده جانی و مالی به باشندگان این منطقه وارد کرده است. سخنگوی والی نورستان میگوید که در این رویداد 23 تن جان باختند که تاکنون اجساد 14 نفر از جمله یک زن و یک کودک پیدا شده و تلاش‌ها برای یافتن ناپدید شدگان ادامه دارد. او می‌افزاید که تیم‌های امداد و نجات به محل اعزام شدند و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که این سیلاب حدود 35 میلیون دلار خسارت مالی به بار آورده است. لومړنیو معلوماتو له مخې درې شهیدان لرو چې په دغه کې د څوارلس شهیدانو جسدونه خپل شوي دي. په دغه شهیدانو کې یوه ماشومه یوه ښځینه شامله ده او جسدونه انتقال شوي دي روغتون ته. د دې ترڅنګ درې ډوله ټپیان هم خپل شوي دي چې هغه هم روغتون کې تر درملنې لاندې دي. بیا هم د ولایتي ادارې تر رهبریت لاندې زموږ کاري ټیمونه په ساحه کې لګیا دي، که هغه زموږ امنیتي ځواکونه دي، ولسونه دي، سرمیاشت د حوادثو ریاست ده. باشندگان محل نیز خسارات ناشی از این سیلاب‌ها را بسیار سنگین عنوان کرده و خواستار ارائه کمک‌های حیاتی و عاجل از سوی نهادهای امداد رسان شدند. موږ څه کومک شي د مړي را سره وباسي او د مړي را ایسته غواړي لاندې وتې دي په خاورو خېږو کې پراته دي. ګیټ مې کلاو که اوس مې کلاو دی خو سیلاب زمانه مخکې شوی و. همدغسې د خپې مې د ګیټ تړم کړي لیمانځه مر خو ته راورسېدو خو دا ګیټ درپسې رابند نه شي. او جسدونه او دام را انتقال کړل څم قماندانۍ ته کړلو څه لګیا دي همکاري کوي دا مشران لګیا دي زموږ هغې هڅه کوي. در همین حال چندین تیم امداد و نجات از جمله نیروهای قولی اردوی 201 خالد بن ولید و جمعیت هلال احمر افغانی به شهر پارون اعزام شده‌اند تا عملیات جستجو، نجات و بیرون کشیدن اجساد از زیر گلولای را ادامه دهند. پارون مرکز باندې سیلاب راغلی و چې له بده مرغه هیوادوالو ته مو مالي او ځاني تلفات اوښتي دي. اسلامي اردو ځواکونه د وطن د دفاع سربیره د نورو امنیتي ارګانونو سره په همغږۍ د ژغورنې په عملیات باندې بوخت دي. لږونو کورونه ویجاړ شوي دي چې زیات شمېر هیوادوال پکې شهیدان شوي دي. د کورونو لاندې شوي دي چې د سرې میاشتې نمایندګۍ ټول کارکوونکي او رضاکاران د جسدونو او د شهیدانو را ایستلو مصروف دي. از سوی دیگر والی نورستان از حکومت مرکزی، نهادهای امدادرسان، تاجران ملی و مؤسسات خیریه می‌خواهد که هر چه زودتر برای دستگیری و کمک به سیلاب زدگان این ولایت اقدام کنند. زما په ټولو مشرانو باندې غږ ده چې نورستان ولایت ته توجه وکړي او همداشان مؤسساتو باندې مې غږ ده، خیریه بنسټونو باندې مې غږ ده او همداشان ملي تجارانو باندې مې غږ ده چې نورستان نن په غم کې پروت ده او تاسو ټول ورسره په دې غم کې شریک.
در همین حال سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار خبرنامه‌ای با خانواده‌های قربانیان و آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد. همچنین حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور از بازرگانان ملی و نهادهای امدادرسان خواست که کمک‌های فوری خود را به سیل‌زدگان نورستان برسانند. پیش از این نهادهای امدادرسان بین‌المللی و سازمان ملل متحد بارها هشدار داده بودند که ولایت‌های کوهستانی افغانستان به ویژه نورستان به دلیل تغییرات اقلیمی، ضعف زیرساخت‌ها و جنگل زدایی گسترده در برابر بارندگی‌های شدید آسیب‌پذیری بالایی دارند. این در حالی است که روز گذشته افزون بر شهر پارون ولسوالی مندول ولایت نورستان و شماری از مناطق ولایت لغمان نیز گواه بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌هایی بودند که خسارات مالی قابل توجهی به مردم وارد کرده است. شماری از باشندگان مناطق اطراف شهرک صنعتی بلخ باستان در شهر مزار شریف میگویند که به دلیل فعالیت غیر استاندارد کارخانه ها ناگزیر شده اند محل زندگی خود را ترک کنند. آنان میگویند که دود ناشی از کارخانه ها زندگیشان را با مشکلات جدی روبرو کرده. در همین حال رئیس حفاظت از محیط زیست ولایت بلخ نیز اطمینان میدهد که بر اساس قانون تمامی کارخانه ها را به نصب دستگاه های تصفیه دود مکلف خواهند کرد. اینجا شهر مزار شریف در شمال افغانستان است، شهری که در سالهای اخیر با ایجاد کارخانه‌های جدید و گسترش فعالیت‌های ساختمانی شمار کوره‌های خشت‌پزی نیز در آن افزایش یافته است. اما در کنار این پیشرفت صنعتی، آلودگی هوا به یکی از نگرانی‌های جدی باشندگان این شهر تبدیل شده. باشندگان مناطق اطراف شهرک صنعتی بلخ باستان می‌گویند که دود ناشی از برخی کارخانه‌ها و کوره‌های خشت‌پزی هوای منطقه را آلوده کرده و زندگی را برای آنان دشوار ساخته. به گفته آنان آلودگی هوا برخی خانواده‌ها را وادار کرده تا خانه‌های خود را ترک کنند. آنان از صنعتکاران می‌خواهند که برای کارخانه‌ها و کوره‌های خود دستگاه‌های استاندارد تصفیه دود نصب کنند. خواهان هستیم که جلو همچون همه محیط زیست، همه شعبه مربوطه‌شان در تماس شوند، مربوطه یعنی همه جلو همه محیط بگیره. از امارت اسلامی میخوایم اینمی بطیا که است، شرکت ها که است، اینا را تصفیه دود بشانه. اینا مردم خیلی نشخص میرسه، مردم مریض میکنه. در همین حال شماری از صنعتکاران شهرک صنعتی بلخ باستان نیز تایید میکنند که برخی کارخانه ها فاقد دستگاه های تصفیه دود هستند و همین موضوع در افزایش آلودگی هوا نقش داشته است. به گفته آنان آلودگی هوا نه تنها باشندگان منطقه بلکه کارگران کارخانه ها را نیز با مشکلات صحی روبرو کرده است. آنان از دولت می‌خواهند که تمام کارخانه ها را به نصب دستگاه‌های تصفیه دود مکلف سازد. این فابریکات چون مواد سوختشان مواد زغال سنگ است، از این در واقعیت که مثال دود تصاعد می‌کند در ساحه پخش میشه، باید هم به خاطر صحت مردم در این توجه شود. دود ما محیط بسیار متضرر می‌سازد. بسیار راه آسان و راه خوبش همی است که ما باید از دودکش‌های خود بلند بسازیم و فیلتر بشانیم. این دو کارا بکنیم. اینم کار ما نیست. ما در خود باید تطبیق بکنیم. دولت باید سر ما قیودات بیاره. اگر دولت قیودات نبیاره مردم متضرر است. در همین حال مسئولان ریاست حفاظت از محیط زیست ولایت بلخ نگرانی‌های مردم را به جا دانسته و میگویند که بارها به صنعتکاران توصیه کردند که اصول حفاظت از محیط زیست را رعایت کنند. رئیس حفاظت از محیط زیست ولایت بلخ تاکید می‌کند که بر اساس قانون مسئولان تمام کارخانه‌ها مکلف و نصب دستگاه‌های تصفیه دود هستند. جدا از آلودگی هوا جلوگیری بکنن، فیلتر است یا رای بدیل دارن، اینها باید خود آماده بکنن که هوای مزار را یا هوای بلخ را آلوده نسازند. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند که ادامه آلودگی هوا خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی، بیماری‌های قلبی و ریوی را افزایش می‌دهد. به گفته آنان اگر برای مهار آلودگی هوای شهرها اقدامات جدی و عملی روی دست گرفته نشود، سلامت و جان شهروندان با تهدیدهای بیشتری روبرو خواهد شد. گفتنی است که افزون بر فعالیت کارخانه‌های صنعتی و کوره‌های خشت‌پزی، گشت و گذار وسایط نقلیه فرسوده و دودزا نیز از عوامل اصلی آلودگی هوا در شهر مزار شریف به شمار می روند.
و در خارج از کشور تنش‌های نظامی اخیر میان ایران و ایالات متحده همچنان در حال تجدید است. دو طرف از عملات تازه علیه مواضع یکدیگر خبر داده اند. ایران اعلام کرده که سامانه‌های موشکی امریکا را در کویت هدف قرار داده و سنتکام نیز از حمله به مراکز نظامی و موشکی ایران خبر داده است. همزمان گزارش‌ها از کشته و زخمی شدن بیش از 100 نیروی امریکایی در حملات ایران حکایت دارد. ادامه این درگیری‌ها همچنان موج تازه از انتقادها علیه دولت دونالد ترامپ را در داخل امریکا برانگیخته است. تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا که از 10 روز گذشته تا کنون ادامه دارد، با گذشت هر روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند و دو طرف شب گذشته نیز از انجام حملات سنگین علیه یکدیگر خبر دادند. ارتش ایران اعلام کرده که در 18مین موج از عملیات ساقه، سامانه‌های پیشرفته موشکی هیمارس ارتش آمریکا را در پایگاه عریف جان کویت هدف قرار داده و منهدم کرده است. لحظات پیش در 18مین مرحله از عملیات صاعقه، سامانه‌های استقرار موشک‌های ارتش تروریستی امریکا در پایگاه‌های عریفجان کویت با حملات موشکی هدف قرار گرفت. همزمان فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز از پایان موج تازه حملات علیه ایران خبر داده و اعلام کرده که نیروهای آمریکایی در این حملات مراکز فرماندهی نظامی، توانمندی‌های دریایی، محل‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران را هدف قرار دادند. سنتکام همچنین مدعی شده است که رفت آمد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و افزوده است که از آغاز ماه می تا کنون در تامین امنیت عبور 900 کشتی تجاری و انتقال 450 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه نقش داشته است. ادامه درگیری‌ها میان ایران و آمریکا تلفات قابل توجهی نیز به نیروهای آمریکایی وارد کرده است. شبکه CBS آمریکا به نقل از شان پارنل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گزارش داده است که از 7 ماه جاری میلادی تا کنون نزدیک به 100 نظامی آمریکایی در حملات ایران زخمی شدند. از 7 ماه جولای تا کنون نزدیک به 100 نظامی امریکایی زخمی شدند. آنان مصمم هستند دوباره به میدان بازگردند. بخش عمده آسیب‌های وارده از ضربه خفیفی مغزی بوده است. در همین حال ادامه جنگ علیه ایران انتقادها از دولت دونالد ترامپ را در داخل آمریکا افزایش داده است. در تازه ترین مورد مارجری تیلور گرین عضو پیشین کنگره آمریکا در واکنش به کشته شدن 2 نظامی آمریکایی در اردن گفته است که ترامپ بر سر بازنگه داشتن تنگه هرمز که پیش از جنگ نیز باز بود، آمریکا را وارد جنگ غیر ضروری با ایران کرده است. اگر برای بازنگه داشتن تنگه هرمز که پیش از جنگ هم باز بود وارد یک جنگ غیر ضروری با ایران نمی شدید، نیروهای آمریکایی ما کشته نمی شدند. به این جنگ پایان دهید. امیر سعید ایروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در واکنش به حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای دارخوین نامه اعتراضی به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کرده و این اقدام را نقض آشکار قوانین بین المللی دانسته است. هدف قرار دادن عمدی تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز که تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دارند، نقض آشکار حقوق بین الملل منشور سازمان ملل متحد، قطعنامه‌های مرتبط شورای امنیت، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های کنفرانس عمومی این آژانس است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده همچنان ادامه دارد و دو طرف به حملات و موضع‌گیری‌های متقابل علیه یکدیگر ادامه می‌دهند. در همین حال شماری از تحلیلگران هشدار می‌دهند که گسترش این درگیری‌ها علاوه بر تهدید امنیت منطقه می‌تواند پیامدهای جدی برای بازار جهانی انرژی و تجارت دریایی نیز به همراه داشته باشد. به این ترتیب رسیدیم به پایان میز خبر. تا بعد، بدرود.